480 ثانیه تا نابودی بیت کوین و دنیای رمزارزها فاصله است. چیزی که میخوام بهت بگم یک شایعه نیست، بلکه آخرین هشدار امنیت سایبری دنیاست. تمام دارایی مردم در دنیای رمزارزها و علل خصوص بیت کوین توسط یک قفل رمزنگاری به نام SHA-256 یا اصطلاحاً SHA-256 محافظت میشه. قفلی که شکستن اون نیازمند صدها سال زمان توسط قوی‌ترین کامپیوترهای دنیاست. اما طبق محاسبات IBM و NIST شکستن این قفل برای یک کامپیوتر کوانتومی فقط 480 ثانیه زمان بره. این یعنی من در مورد یک ریزش یا اصلاح قیمتی صحبت نمی‌کنم، در مورد انقراض رمزارزها صحبت می‌کنم. تصور کنید این کامپیوترها دست دولتی مثل کره شمالی یا یک گروه هکری خطرناک بیفته. اون وقت دنیای رمزارزها فقط 1 ساعت تا نابودی کامل فاصله دارن. اما راه حل چیه؟ آیا راه حلی هم وجود داره؟ بله، رمزنگاری پس کوانتوم. تقریبا چند سالی هستش که چندین پروژه از رمزنگاری پس کوانتوم استفاده میکنن و به شدت در حال گسترش هستش. کلمه کوانتوم رو برای من کامنت کن. 3 تا از پیشروترین پروژه هایی که در زمینه رمزنگاری پس کوانتوم فعال هستن براتون ارسال میشه. من علیرضا هستم، اینجا رسانه سقوبیت.